سلام، شب روز همگی خوش. آقا بالاخره بعد از چند سال یه رئیس جمهور عمامه‌دار پا شد رفت 2 کشور اروپایی. بالاخره این یه امتیاز واسه آخوندا بود دیگه، مگه نبود؟ تازه ورق‌پاره های اعتدالی هم نوشتن که رئیس جمهور فرانسه 2 قدم به سمت شیخ‌پری برداشته و به خاطرش از پله ها پایین اومده. خب این مگه کم الکیه؟ مقامات دولتی ایران و فرانسه دیشب 20 سند همکاری مشترک در عرصه‌های مختلف امضا کردند و بخش‌های خصوصی 2 کشور هم در خصوص بیش از 10 سند همکاری توافق کردند. مجموع ارزش موافقتنامه‌ها به 30 میلیارد یورو می‌رسد. بفرمایید. اینم از دادار و دودور تیویریک طوری حرف میزنه انگار الان فرانسه دار و ندارشو بخشیده به شیخ‌پری که بره باهاش واسه بابا کوسش قاقالیلی بخره. با جمع کنین کاسه کوزتونو، بیا اینم از حرف دلواپسان همین رژیم که تو گردبه‌هاشون بند و آب میدن و پته طرف مقابل رو میریزن رو آب. زاکانی: ظرفیت حقوقی کشور کفایت نمی کند که ما بتوانیم دست برتر را در این قراردادها داشته باشیم. در پازلی قرار گرفته ایم که اگر دقت نکنیم و توجه نداشته باشیم و تبدیل به بخشی از این پازل شویم، به انقراض انقلاب اسلامی و ریشه‌کن شدن نظام منتهی خواهد شد. آخه این چه سفریه که یه باند رژیم اسمشو میذاره گشایش و راه نجات و پیوند با اروپا و این حرفا، بعد یه باند دیگه همین رژیم بهش میگه عامل انقراض نظام. آخه این که نمیشه که، بالاخره کدومو باور کنیم؟ این سفر برد بود یا باخت؟ سفر روحانی را باید یک بازی در خانه حریف ارزیابی کرد که روحانی با 3 گل به خودی نشان داد مربی خوبی برای رقم زدن تئوری ناقص الخلقه بازی برد نیست. یک ایرانی با وعده ایرباس های دست دوم و ساندویچ های آمریکایی با گوشت گاو و بوفالو استحاله نمی شود. بفرمایید. اینم از سایت حکومتی راه نادان. اگه نظر موشکافو میخوای، کل این سفر یه شکست مفتضحانه بود. اول به خاطر اینکه این شیخ‌پری شیاد رفته بود ایران فروشی، پول ملت رو برداشت برد ریخت تو گلوی شرکت‌های اروپایی، اما به جاش دوغم کف دستش نذاشتن. اول از همه که اصلا کسی تحویلش نگرفت. بفرمایید. اینم حرف ورق‌پاره‌های خودشون. روحانی مورد استقبال سرد و خشک فرانسوا هلند قرار گرفت و در طول مراسم استقبال یا در مراسم امضای تفاهم نامه ها کسی لبخند هلند را ندید و این در حالی است که لبخند از صورت حسن روحانی نمی افتاد. رئیس جمهور فرانسه لبخند که نزد هیچ، تو کنفرانس مطبوعاتیش یه سیلی حقوق بشری هم کوبید تو بناگوش شیخ‌پری. از اون طرف هم صاف تو چشم شیخ حسن نگاه کرد و از سیاست‌های عربستان تو منطقه حمایت کرد. بعدم که به دشمنای شماره 1 نظام امکان برگزاری تظاهرات داد. یعنی این سفر هم شکست سیاسی بود هم شکست اقتصادی. باقی حرفا چیزی نیست جز براجی اعتدالی و پرتقالی. آخوندا تو تله افتادن که به این سادگی ها نمیتونن از توش بیرون بیان. وز خرابه آقا جون، خرابه. خداحافظ شما تا یه شب دیگه و یه برنامه دیگه.